از اونجایی که رضایت شما برامون خیلی مهمه، با میکروفون جدیدم میریم سراغ کار پیغام از فرامرز دعایی. مرا پیغام بودی غارت یار میمرا لکو جان بین غما غارین بوت خسا کی بگفت ترکو. گیل سانگ علاوه بر اینکه کارهای هنرمندای برتر گیلان رو معرفی میکنه، به استعدادها هم خیلی توجه داره. پس یادت نره اگه استعدادی داری یا استعدادی رو میشناسی، کارشو برای ما بفرست. اما ترانه پیغام، متنشو بخوام بهتون بگم اینه که این کار با وجود اینکه مربوط به قبل از انقلابه، یک متن امروزی و پاپ داره و به همین دلیله که ما میتونیم خیلی خوب باهاش ارتباط برقرار کنیم. بریم سراغ محتوا. از نظر محتوا 2 دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول میگه رابطه خیلی عمیقی بین عاشق و معشوق هستش و همین حسادت اطرافیان رو برانگیخته، کدورت ایجاد کردن بینشون. اما دیدگاه دوم باهاش تناقض داره. میگه که اگه ارتباط عمیقه، اون وقت پیغام و پسغام. هرچند شاید هم به خودش شک داره. به هر حال این عاشق اومده که از خود گذشتگی کنه و در پی به دست آوردن دل معشوقش هست. بیاین ارتباطات قدیم رو هم در نظر بگیریم. بریم سراغ موسیقی کار. موسیقی این کار 3 جزء داره: پرکاشن، استرینگ و صدای خواننده. میبینیم که خیلی ساده است و در کنارش انسجام خوبی داره. دلیلی نداره جز اینکه ترانه، آهنگ و صدای خواننده مربوط به یک نفره و الحق که این خواننده کارش رو حرفه‌ای انجام بده. ممنون میشم از شما که نظراتتون رو هم با ما در